ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف، قسم 4، گفتاری 99. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. آری، فکری ساده نویسی هم در من بعد از شناس شدنم به نوادر الوقایع پیدا شد، چون که زبان این کتاب به خوانندگان زمان حاضره خیلی دشوار نماید هم و در حقیقت خیلی دشوار هم هست. در آن زمانها که من به این کتاب آشنا شدم، نسبت به دیگر کتابها و از آن چیزها که انشانویسان همان زمان می نوشتند خیلی آسان بود. محمد صدیق حیرت که در کار تصحیح و تطبیق کردن نوادر الوقایع به طرز سامعی اشتراک می کرد، نیز از این کتاب بی تأثیر و تأثیر نماند. او افسوس می خورد که چرا در زندگی مؤلف با وی علاقه بسته فیضیاب و فایده بردار نشده است. او این افسوس خود را در قطعه تاریخی که در همان روزها، در روزهایی که به نوادر الوقایع آشنا شد، یعنی بعد از 34 سال از دنیا چشم پوشیدنی مؤلف بخشیده به وفات او نوشته بود، اظهار کرده است. آن قطعه این است: فریاد کز سمومی بنا وقتی روزگار، از باغ سینه غنچه آلام وا شکفت. یعنی به دهر فضل و هنر آن که طاق بود، دهر ز مرگ او به غم و درد گشت جفت. میر احمدی منجمی اوراق آن که زو رمزی فنونی فضل نبودیش در نهفت. سرد از بهاری عالمی آشوب کرد دل، هم در حمل به محملی تنگی لحد بخفت. گر زین فراق چاک زنم پیرهن سزاست، غافل شدیم و دامنش از دست رفت مفت. کردم سوال سال وفاتش ز پیری عقل، گویا برفت رونقی علمی نجوم گفت. 1314 هجری، 1897 میلادی. احمد مخدوم در نوادر الوقایع در مورد تصویر نمودن توی دختری پادشاهی روسیه، در آن توی پتی نام یک فرانسوز زنی سرودخوان اشتراک کردنش را و در همان وقت به امریکا دعوت کرده شدنی آن سرودخوانان را نقل کرده، در تعریف و توصیف او مبالغه ها می کند و درباره او یک قطعه شعری لیریکی هم می نویسد. در همان وقت همان شعر در پیش ما رفیقان سیگانه، حیرت، منظم و من مؤلفش را مانند یک شاعری لیریک جلوه کننده بود.
در آخر این باب یادآوری کردن همان شعر مناسب دیده شد. آن قطعه این است: پاتی پاریسی آن سرو قدی زهره جبین، در تبسم سوی دامن زدهن گل می ریخت. زلفی پرچینی خمن در خمی او در بنی گوش، آبرویی تری از جبهه سنبل می ریخت. دیدنش آن همه کیفیتی حیرت می داد، کوزی صحبایی نگه در کف جان مول می ریخت. لحن و آوازی و یان سام که به گوشی عشاق، گه خوشی صعوه و گه چهچهی بلبل می ریخت. از پتربورگ عزیمت چو به امریکا کرد، ناله ها از سر و پایی همه غلغل می ریخت. همان کتاب صحیفه 520. کوچیدنی من به مدرسه کوکلتاش. چنان که در آخر قسم سیوم یادداشت‌ها نقل شده است، شریک درس من عبدالخلیل مخدوم از مدرسه کوکلتاش حجره خریده استقامتش را به من داده بود. اما استقامت آن حجره را بنابر حرمت به برادری کلان خود داده، حجره ای را که از مدرسه حاجی زاهد به سهم او افتاده بود به خود گرفته بودم. چون برادرم خانه‌دار شده به هوری اجاره کوچید، من به مدرسه کوکلتاش کوچیدم. این واقعه در اولهای سال 1899 راست آمده بود. مدرسه کوکلتاش کلانترین مدرسه های بخارا بوده، 2 آشیانه و دارای 153 حجره استقامتی است و حجره های او هم نسبت به حجره های مدرسه های دیگر در استقامت بابتر بودند. بیشترین حجره های آشیانه یکمش یک رواق بوده، در پشت جای نشست گنجی نداشته، در وی از یک روزنه زیر سقفیش روشنایی می در آمد. بیشترین حجره های آشیانه دویومش 2 رواقه بوده، رواق درونی مدرسگیشان گذرگاه همسایگان و رواق بیرونی هر حجره مخصوصی خودی آن بود. حجره ای که من در اولی به مدرسه کوکلتاش کوچیدنم استقامت می کردم در گوشه شرق جنوبی در آشیانه دویم بوده، بی رواق، اما 3 نشستگاه داشت. نشستگاه یکم در زیر گنبزی فراخی بلندی بوده، از دریچه‌ای که به طرف شرق به پشت مدرسه گشاده می شد روشنایی می گرفت. دویم بر بالای راهروی عمومی گوشه درآمد واقع شده بود که سقف پستک داشت و از دریچه‌ای که به درون مدرسه گشاده می شد روشنایی می گرفت و به وی از نشستگاه یکم با چند پاغنده زینه برآمده می شد. سیوم در پهلوی جنوبی نشستگاه یکم بنا یافته بود که به وی هم با زینه برآمده می شد و این نشستگاه اساساً بر بالای انگشت و هیزمخانه آن حجره واقع شده بود که از طرف شرق مدرسه از دریچه روشنایی می گرفت. من که پلاس کم داشتم، نشستگاه یکم را با ششگاه خود قرار داده، در 2 نشستگاه دیگر بوریای سفیدی نو پهن کرده ماندم. مدرسه کوکلتاش را برادری شیرخوره و عملداری از همه کلانتری عبدالله خان شیبانی قلبابا کوکلتاش در وقتهای در هرات حکومت داشتنش در سال 986 هجری 1578 میلادی بنا کرده، یک چند سرای و بازارها را از درون شهر بخارا و یک ریان گندمکاری دشت قرشی را به وی وقف کرده است.
بعد از آن که عبدالله خان در نزاعی بین خود و پسرش عبدالمومن غوثه مرگ شده در سال 1006 هجری 1597 وفات کرد، عبدالمومن در قطار عملداران کلان پدرش قلبابا کوکلتاش را هم با عذاب و عقوبت‌های وحشیانه کشت. به این سبب در بین مردم با تلقین روحانیان افسانه پیدا شد که گویا هر کسی که در مدرسه کوکلتاش استقامت کند یا ملای بزرگ یا بای کلام یا شهید و یا همه اینها می شده است، چون که بنا کننده این مدرسه قلبابا کوکلتاش هم دانشمند هم بای کلام بوده و هم در آخری عمرش شهید شده است. از بس که مدرسه کوکلتاش سیر وقف و حجره هایش هم برای استقامت باب بود، قریب همه حجره هایش مال خصوصی بای بچگان، مخدومان کلان و قاضی زادگان شده بود. حتی بای بچگانی از دیهات و از ولایت های دور برای تحصیل علم یا پلوخوری و عیش و نوش به بخارا آینده هم کوشش می کردند که از مدرسه کوکلتاش حجره دار شوند. بعضی ساده‌لوحان یا ریاکاران افسانه بالایی را هم به این کوشش خود سبب نشان می دادند. بعضی از بای بچه های شهر بخارا هم که به درسخانه و مدرسه هیچ علاقه نداشتند، یک حجره را از این مدرسه صاحبی کرده تعمیر و زینت داده و همه اسباب عیش و نوش را مهیا کرده مانده بودند. در وقتهای دلگیر شدنشان از کارهای خرید و فروخت و عیش و نوش خانگی، شبی را اینجا بی تشویش زن و فرزند با دوستان خاصشان گذرانیده عیش می کردند. صاحبی پیشتره حجره من هم رسول قل بای بچه نام کسی بود که با وجودی در شهر حولی 2 آشیانه پرزیب و زینت داشتنش این حجره را خریده گرفته نشستگاه سیومش را شهرنشیندار و نقاشی و گلکاری کرده بود است و هر هفته 1 شب 2 شب آنجا آمده شب نشینی می کرده است. چون به کارهای تجارتیش شکست روی داده است، به فروختن این حجره مجبور شده است. انا با همین سبب ها نرخ حجره های این مدرسه نسبت به سیر وقفیش گرانتر بوده، به طالبان پولمستی عیش طلب به دست در آوردن آنها خیلی دشوار بود و بیشترین باریشوه دادن به کلانان اینجا مطلب به دست آنها می در آمد. در مدرسه کوکلتاش فسق و فساد و عیش و نوش قریب عیب به شمار نمی رفت و حجرداران عیش طلبی آنجا قریب روی راست به آن گونه کارهای نالایق که عامه مردم هیچ گمان نمی کرد مشغولی می نمودند. در بیشترین گنجینه ها و میان بست های حجره های وی خمهای شرابی مویزی جوشیده می ایستاد. در آنجا کارت کشی و آدم کشی هم گاه گاه روی می داد که با آن کار نه کلانان مدرسه و نه حاکمان شهر اهمیت نمی دادند. یک واقعه آدم کشی در آن مدرسه روی داده را من در قسم 2 یادداشت‌ها نقل کرده بودم، اما در وقتهایی که من در آنجا بودم یک طلبه بای بچه ترکمن را که از جماعه ایرسری بود یکی و یا یک چند نفری خود همان ترکمنان کشتند. طرفهای مقتول به حاکمان خونپولی داده ما در دشت ترکمن حساب خود را با هم برابر می کنیم و شما به کار ما تداخل نکنید گویان حاکمان را که ذاتاً غیر از پولگیری کار دیگر نداشتند ساکت کردند و کلانان مدرسه باشند آشی به مقتول بخشیده داده شده را با لذتی تمام پست و رسا خورده بلبشان کلوخ مالیدند. با یکدیگر هجوم خصمانه وحشیانه کردن، در حجره جمع شده قرطبازی نمودن، در شبهای درسخانی آشوبهای مستانه برپا نموده، آداب عمومی مدرسه های بخارا را ویران کردن و مانند اینها در این مدرسه از کارهای عادی به شمار می رفت.
هرچند در بخارای امیری ملایان و ناریزگان آنها ملا بچگان به اعتبار اکثریت از همه اهالی آزادتر و به عامه مردم غالبتر باشند، هم آزادی مدرسه کوکلتاش در کارهای بی‌معنی آزادی مطلق بود. البته این چیزهایی که در اینجا درباره اخلاق و کردار اهالی مدرسه کوکلتاش نوشته شد به اعتبار اکثریت است، وگرنه در اینجا ملایان و طلبگان هم یافت می شدند که در بین همین قدر شور و غوغا به علمجویی خود مشغولی می کردند. در این مدرسه عاریت نشین، کسی که خود حجره‌دار نبوده در حجره کسی دیگر می نشیند کم بود و آنهایی هم که حجره خود نداشتند یا به یکی از حجره‌داران با خدمتگار یا به یکی از ملاهای کلان این جای شاگرد و یا این که مانند من به یکی از کلانزادگان علاقه پیدا کرده به اینجا راه می یافتند. بنابراین عاریت نشینان این مدرسه هم در زیر حمایت حامیان خود در اینجا آزاد بودند. اما حمایت آن حامی حجره‌دار به عاریت نشین وقتی نفع می کرد که در میانه آن حامی و کله جنبانان این مدرسه علاقه دوستی هیچ نباشد، علاقه بی‌طرفی باشد. اما اگر در میانه حامی و کله جنبان کدورت پیدا شود، خصوصا بعضی کردارهای عاریت نشین به آن کله جنبان پسند نیفتد، البته آن عاریت نشین در زیر هجوم و سوی قصد میماند. مانند همین واقعه در وقتهای زندگانی کردن من در آن مدرسه روی داد. در همان وقتها در بخارا غیاث مخدوم نام یک ملای کلان به منصب اعلمی منصوب بود. معنی این عنوان فخری داناترین علما گفتن است. نتیجه عملی این منصب همین بود که اگر در بین مفتیان در مسئله حقوقی اختلاف افتاده، طرفی به دعواگر و طرفی دیگر به جوابگر فتواهای ضد همدیگر دهند، قاضی مجبور بود به قول طرف حکم کند که اعلم در همان طرف باشد. غیاث مخدوم اعلم پیش از به منصب اعلمی رسیدنش چندی در غژدوان قاضی شده بود و در وقت قاضیگیش یکی از مداح زادگان آنجا را به خود رام کرده گرفته و در وقتی از قاضیگی به اعلمی گذشتنش آن مداح زاده را به نیت خواننده ملا کردن به خود محرم قرار داده همراه خود به شهر آورده بود. این کاری غیاث مخصوم به غژدوانیان سخت رسید. هرچند مداحان و مداح زادگان غژدوان به بی‌ناموسی مشهور باشند، هم محض به سبب غژدوانی بودنی آن مداح زاده غژدوانیان از این کاری اعلم عار کرده هم به او و هم به آن مداح زاده دشمنی پیدا کردند. اعلم موافق وعده خود از مدرسه کوکلتاش حجره را خریده آن مداح زاده را در آنجا استقامت کنانید و یکی از شاگردان معتمد خودش را که بخارایی و با آن مداح زاده شریک درس بود تعیین کرد که هر شب به حجره مداح زاده رفته با او درس تیار نماید، هم در آنجا خوابیده به او سراوانی و نگهبانی کند. این کاری اعلم به غژدوانیان عارطلب باز هم سخت در رسید و آنها در بین خود می گفتند بینیم کنی اعلم محرم خود را با حمایت یک بخارایی چگونه محافظت می کند. در این وقتها در مدرسه کوکلتاش از کله جنبانان غژدوانی ملا فیضی نام پازریز زندگانی می کرد. او خواست که به آن مداح زاده بدقصدی کند. هرچند دیگر غژدوانیان باشنده آن مدرسه به کار قصد کرده ملا فیضی شریک نشدند، اما ممانعت هم نکردند، زیرا به عقیده آنها به آن کار مانع شدن به ناموس غژدوانیان رخنه زدن می شد
ملا فیضی برای به عمل آوردن بدقصدی خود دو ملا بچه‌ای بیباک خجدوانی دیگر را که در مدرسه های دیگر زندگانی می کردند پیش کشید و حاجی منان نام ملا بچه قرشیگی را که به خودش شریک درس بوده به بالای حاجی بودنش مریدی ایشانی شایخسی هم بود به این کار همراه کرد، چون که حجره حاجی منان به گذرگاهی مداح زاده بوده در آنجا نشسته او را تعقیب کردن آسان بود. شبی که به عمل آوردن سوی قصد را مقرر کرده اند، ملا فیضی با 2 نفر رفیقان بیباک خود در حجره حاجی منان که در آشیانه یکم بود نشسته چراغ را خاموش کرده در را گشاده مانده راه مداح زاده را پاییدند. بعد از نیمه شب مداح زاده با نگهبان خود از حجره اش که در آشیانه دویم بود فرامده فانوس در دست میخواستند به طرف خلا روند. آن 3 نفر از دنبال مانندی بلای ناگهانی بر سری آنها ریخته 2 نفرشان هر دوی آنها را از پشت بغل کرده برداشته با یک دست دهان آنها را محکم داشتند تا که فریاد نکشند و 3 شمع فانوس را خاموش کرده شکارهاشان را به حجره حاجی منان در آوردند. در آنجا آن 30 نفر با حاجی منان 4 نفر شده در حق دستگیر شدگان چی کار کردنشان را هیچ کس با چشم خود ندیده است. اما همین قدر معلوم بود که در وقت آزاد کردن اسیران به دست مداح زاده یک مکتوب داده اند و در آن مکتوب نوشته شده بود: به عالمت گوی اگر با ما شاخ به شاخ ماندن خواهد، مبارزه کردن خواهد، خود به میدان برآید. یک طلبه بخارایی را که هنوز بوی شیر از دهانش نرفته است بیهوده به میدان انداخته و بی آبروی شدن این گونه جوانان سبب نشود. کله جنبانانی غژدوانی. البته اعلم از این کار به قاضی کلان، به قشبیگی و به امیر شکایت نکرد و شکایت هم کردن نمی توانست، زیرا هر کاری کند سببی بی آبرویی خودش می شد. ناچار فردای همان شب مداح زاده را از مدرسه کوکلتاش کوچانده برد و بعد از چند روز از مدرسه میری عرب که نسبتاً آرامتر بود حجره خریده او را در آنجا استقامت کنانید. اما این کار در شهر از بودش زیاده تر آوازه شده بی آبرویی اعلم هم از چشم داشتی خودی او زیاده تر گردید. در آخر تأثیرات خود از احوال معیشی مدرسه کوکلتاش واقعه زیرین را هرچند جزئی است اما خصلت عمومی اکثریت باشندگان آنجا را نشان می دهد باید قید کنم. پدرم در وقت استقامت کردنش در مدرسه های بخارا برای روغندان کردن خمچه سفالین خریده بوده است. در وقت وفات او آن خمچه در دهه در خانه ما بود. وقتی که من به مدرسه آمدم خمچه را برای روغندان کردن از صحرا به شهر آوردم. در وقتی به مدرسه کوکلتاش کوچیدنم مرا میسر شد که برای روغن انداخته ماندن ظرفی تنوکه‌ای سفید خرم. چون آن خمچه بیکار شد صوفی مؤذن مدرسه از من خواهش کرد که آن را به او دهم تا که روغندان کند. من دادم. ثانی‌تر فهمیدم که یک طلبه باشنده آن مدرسه از مؤذن برای شراب انداختن یک خمچه روغن خورده سفالین یافته دادنش را پرسیده بوده است و مؤذن آن خمچه را از من طلبیده گرفته به او با نرخی تمام فروخته است. درباره این واقعه قطعه زیرین را نوشته بودم: میراث من زماری پدر بود خمچه‌ای، آن هم ببین به مدرسه وقفی شراب شد.
این هم شنیدنی است که صوفی مدرسه در خدمت شراب پزان ظرفیاب شد. عبدالخلیل مخدوم که از این احوال آن مدرسه خبردار بود، بعد از من به حجره‌اش کوچیده آمدن، خود آمده در باششگاه من یک چند نفر کلانانی اینجا را ضیافت کرد و مرا به آنها شناسانده گفت: این کس را عاریت نشین نشمارند و این حجره را من برای او خریدم و به او سپردم، بنابراین باید این کس یکی از حجرداران اینجا حساب یابد. از غیر این یک چند نفر حجرداران کله جنبان اینجا غژدوانی ها بودند که آنها هم مرا حرمت و حمایت می کردند. به همین طریقه من در این مدرسه پرشور و آشوب آزاد و آسوده زندگانی می کردم. درسخانه من در وقتهای در این مدرسه بودنم، خصوصا بعد از شناساییم به نوادر الوقایع احمدی دانش خیلی سوس شد و درسهای درسخانگی را چیزهای بیفایده و وقتهایی به آنها صرف شده را بر عبث رفته می شمردم. اما از روی رسمیت کتابی می برداشتم و به درسخانه ها رفت و آی می کردم و در بین دوستان خود از لزوم اصلاح پروگرام درسخانه های بخارا گپ می زدم. این تلقینات من به حیرت میرزا عبدالواحد منظم، عبدالخلیل مخدوم، حامد خواجه مهری و حتی به میرقادر مخدوم برین شریک درسانم که به دیوانگی مشهور بود مقبول می افتاد و این فکر مرا قوت می دادند، لیکن به عمل آوردن این فکر را در بخارای آن روزه غیر ممکن می شماریدند. اما یک قسم از شریک درسانم که مقصد اساسیشان زودتر ختم کرده قاضی شدن، رئیس شدن، مدرس شدن و هیچ نباشد در گذر امام شدن یا اینکه به دیهه خود رفته در بین عامه دهقانان بی ثبات صاحب شریعت گردیدن بود، به این گونه سخنان گوش نمی دادند و مسخره می داشتند. در مدرسه کوکلتاش مشغولات اساسی من مطالعه نمودن کتاب‌های ادبی و تاریخی بود و هرچند خودم به این گونه کتاب‌ها مالک نبودم، دوستانی سیر کتابم کتاب‌هاشان را بی‌ملال به من عاریت داده مرا در این خصوص تشنشکن کرده می ایستادند. وقتی که از مطالعه دلگیر شوم، پیش دوستانی در بالا نامبر شده رفته و شب نشینی های ادبیشان اشتراک می کردم یا آنها پیش من می آمدند. بزمگردیم که چندگاه باز کم شده بود، بعد از دلسرد شدنم از درس‌های مدرسه باز زیاد شد. با شنیدن آواز دایره یا خبری برپا شدن بزم در جای دایره خبر شده رفته دلکشایی می کردم. شما گفتار 99 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.